سلام علیکم. با یک مرتبه دیگه همدیاران عزیز، ما قرار داریم در دهه چورباغی ناحیه ورزاب اومدیم خانه اکای فرهاد. اکای فرهاد سلام علیکم، خوش اومده بر گروه انگور و باغ. و ما خبر شدیم که شما در همینجا درخت پیسته داره، اومدیم تماشا کنیم. همین درخت پیسته شما رو ما میخوایم نوار کنیم. حالا که این پیسته بستنش ببینید، این ببینید این چقدر پیسته بستگی. این اگر یک باغ هم خیلی پیسته داشته باشه و گمانم که دیگر هیچی در کار نیست. من اکای فرهاد گفت که برای مهنت کردن در کار. برای مهنت کردن در کار. حاضر میپرسیم مادر شما چیکار کرده. اینو ببینید. من بالا ببینید چه بسیار بستگی و پشت با پشت همش پیسته بستگی. من خود در دهه چورباغ شود و در حصار و شهرنه و ترسوزاده اینجا نشد او بهترین میشد که اکنون اکای فرهاد همین پیسته شما از دانش پروریده؟ نه، اینا من در سال 2010 3 دانه آوردم. به پیوند آخه؟ به پیوند درونی کیلونکه را گرفتگی. بعد خیلی ممکن یک ساله باشه یا که 2 ساله بوده. الان گرفت یک 30 سانتی متر بود. 30 سانتی متر بود. بود همه قبوده. بعد من همین را گرفتم. خیلی آب دادم، پارو دادم. پیو کردم. من 10 سالگیش را بست. 10 سالگیش را بست. 10 سالگیش را. این پیسته ایرانی باشه؟ این پیسته گفتن که در قمسمانده قبادون آوردن 3 دانه آوردن. من یک چقاق کردم 2 دانه همینه گیروندم. 2 تاش گیروندید؟ یک تاش بستگی نه بگمانم که وای نرینه. من همین من هم دارم عزیز یک نهول 2 نهول. من این نهولش کمتر فرقتش است. لیکن اکای فرهادی ما که پیسته پرور نیستن اینا ابریسکا نکردن. این در آسمان هفتم برآمده رفته است. چهارمغز بریم برآمده رفته است. انا همدیران عزیز حاضر ما این پیسته ایرانی بوده است. بسیار باور کنید من برگاش زرد شده است. چی با اون نداده چی به زرد شده است؟ هر هفته آب میتید؟ میگن آب قاق میشدین؟ نه بله ما 10 سال شد همین هر ماه آب میتیم. یک ممکن 10 روز پس آب تیم. آب تی؟ من آب میتیم پیش اشتا با پیو کاری بود آب دیگه سخت شده آب تیم. پرو میتی؟ پرو و چیز است گوب است آدرس کرده شلوندگی بودم من. حالا کو با تیرمو پیول میکنم. با گیداش پرو اندوخته میمونم میسته تو برای که زمستون همو گرم میکپد پرو. بعد هوای قوت بشه. همدیران عزیز من چی گویم دیگر شما خودتون شاهدی همین کارو هستید. من که شاهدی به واسطه هستم. شما شاهدی من نوارای من هستید. ببینید همه قسمی که زردچه شده است برگوش همش بستگی همش رسیدگی و حاضر عینی پخته آمدنش. انا حاضر من میبینم من همین کفیدگی رو ما میگیریم پخته آمده است. من از یک چند تاش رو میگیریم پیسته ایران رو. این حرکت پخته آمده است. انا من گرفتم این طرفش ها باز نشون میدیم. در قشلاق چورباغ من که روزی قف میگم با همون وظیفه که کار میکردم روزی قف بودم روزی قف میگم. این کسی روزی قف گفتم مراجعت کردشتین. انا همدیران عزیز بهرلو پیسته ای که از چهارمغزه کن سرتی هم اینه. اینه سرتی. این گیرم موضوع. گیرو. پیسته چهارمغزه کن برو. اگر در چهارمغزه کن پیسته یفته من پیسته زوره. باز نشون میدم تو من. وای این طرف بسیار داشته است. این طرف ببینید چه بسیار داشته است. نبینید. این ببینید چه بسیار داشته است. اکن همین چند کیلو میبندد تخمین؟ 10 کیلو. اگر شما یک هکتار 400 درخت میره 400 درخت هم خیلی داشتگی باشد. اگر 4 تونه 150 سومیده 600,000 نه 200 سومه. چه 100 سومه شما؟ همدیران عزیز برای نیروی خودتون برای خودتون. او هر یک تاجیک در خونش پیسته داشته باشد بازار نرود برای علاوه بازار پیسته 30-40 سوم میفروید. اینجا بیار اونجا نوکو مروتای حاضر میریم. اونجا کالونا نوکو مروت. همدیران عزیز این پیسته کنی پیسته وای همین این پیسته که ما از قشاق چهارمغزه کن چیندیم. این ترکیه او این کالونیش ببینید. این ترکی کالون هست. این تاجیکی ها بگم اونم. نه تاجیکی مایده بنشد.
نه هازی تاجیکی خیلی اختصاص کرده که اکای شریف که از هم خیلی کرده هم دور اخی از چورتش دورم جا چورتش من امجا بس بسیار نوار در روز میشه اخی برلو شد من هم دور نزیز من اینا فرق تبینید من فرق تبینید این چی پیسته که در چهار مغز کن ما گرفتیم قشلاق بالا دارم یک مرتبه این کلان البته این اگر 150 سوم باشد این 200 سوم میشد زیاد من یک 80 تا به پیوند دارم حرکت میکنم از این پیوند کنم هم دیوران عزیز با من دیدم اکای فرهاد نهال پیسته کرده است چهارمزه یعنی میکنید انا من چهارمزه یعنی میکنم خودم انا نهال چه پیسته کنی نشون تیسا دو سولا یک سولا از دونش برو وردید از دونش خودش همین دونه پرتفته برو اومد نه من جو کارگر که بلاکو سوم نکند پولو کردگی نه تر نکرده دونش اول دونش نه هم که پرتفته زمین نام کرده پولو کرده تو یک 60% پولو 40% خوکای پوری کنه پولی هر سالی که ما حیوان میکنه بعد ابد شما من این یک سولا یا این دو سولا انا مقصدی که داره که پیسته بیسار کنه ها انا اکای فرهاد انا پول جمع کنیم من پیسته پیوندی میبرم خدا خواه ترکیه پیسته ترکی میخریم همجوران عزیز من کدامی با من تکرار میکنم پیسته پروریده شغل کردنی هست با من مراجعت کند من 2 هفته پس ترکیه رفتنی هستم برای آوردن نهال های پیسته یک مرتبه دیگه ترکی دیگه خیلی یک مرتبه دیگه من نشون میدم انگور بریم بستگی نبینید این خوشوی انگور و خوشوی پیسته رو دیدید همجوران عزیز ببینید این پول خولی 4 سالگی نوک است. هم دوران عزیز با ما مراجعت کنید در پناه خدا باشید با گروه انگور باشید.